الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه، کسی که گفتیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش لقب شهید زنده رو داده بهش و اشاره کردیم که چه رنج‌هایی رو ایشون در مکه حتی از جانب مادر خودش متحمل شد و چه شکنجه‌هایی رو دید. اما بریم داستان این که ایشون شهید زنده هست ببینیم چگونه هست. اگر بیاد دارید در جنگ احد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفته بود که مسلمان‌ها در به خاطر اون حمله دشمنان از هر سو که تونسته بودن در یک حمله گازنبوری مسلمان‌ها رو قرار بدن، این بود که از اطراف رسول خدا پراکنده شده بودن به نواحی متعدد و جز تعداد اندکی که 11 نفر از انصار بودن و طلحة بن عبیدالله کسی دیگه اطراف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باقی نمونده بود، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سعی میکرد از کوه بالا بره و این کسانی هم که باهاش هستن از کوه بالا بره تا از دست و حملات دشمن در امان باشن و یک گروهی از تکاورا و دشمن کماندوهای مشرکین، جنگاوران، سواران تلاش میکردن خودشون به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسونن و رسول خدا رو بکشن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک چنین شرایطی که دید خیلی صحنه حساس، خوب اینا واسه خودشون نجات بدن، یه دفعه فریاد زد که من یرد عنا هؤلاء و هو رفیقی فی الجنه، در حالی که این گروه مشرکین حمله کرده بودن که در این فرصتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطرافش پراکنده شده به شرایط جنگ حساس بود و اینها داشتن از کوه بالا میرفتن که تا بتونن در یک پناه خودشون قرار بدن، پیامبر یه دفعه فریاد زد چه کسی میاد من رو نجات بده، ما رو اصلا انا کسایی باش به تعداد بودن که در نجات بده در برابر این گروهی که میخوان ما رو بکشن و اگر کسی این کار رو بکنه اون رو رفیق من در بهشت خواهد بود. طلحة بن عبیدالله که در همون نزدیکی بود یه دفعه فریاد زد انا یا رسول الله، من هستم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این سخن رو شنید گفت لا مکانک، تو سر جای خودت فعلا باش، تو شرایطی که داری از نظر جنگی اینجا مهمتره. یکی از انصار گفت یا رسول الله انا یا رسول الله، من اینجا هستم. پیامبر گفت بله تو بیا کمک کن به جلوی حمله رو بگیر. میگه این انصاری اومد و بالاخره مبارزه کرد تا جلوی اینا رو بگیره تا اینکه این به شهادت رسید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم تونست به این خاطر این زمانی که این داشت مقابله میکرد مقابله مشرکان یک کمی از خودشون از بالای کوه بکشن کمی بالاتر. بعد پیامبر گفتش که آیا کسی دیگه هست؟ باز طلحه گفت یا رسول الله من هستم، من خودم برسونم به شما. گفت نه تو هنوز در اون شرایط باش که اونجا مهمتره که باشی. بعد باز یکی دیگه از انصار که اونجا بود گفت رسول الله من از شما دفاع میکنم. بعد پیامبر گفت تو بیا و این شخص اومد با در برابر این گروهی که حمله میکردن خودش قرار داد مبارزه کرد تا این هم به شهادت رسید، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همینجوری به بالا رفتن خودشون از کوه ادامه میداد و اینجا بود که دیگه مشرکان به پیامبر داشتن نزدیک میشدن. پیامبر یه دفعه گفتش که آیا کسی هست؟ طلحه گفت انا یا رسول الله، یا رسول الله من که هستم. و پیامبر گفت کی میخواد این من بکنه؟ دیگه اینجا بود که پیامبر اجازه داد که طلحه وارد میدان بشه، بگه تو بیا، چون تعدادی از انصار به شهادت رسیده بودن. در هر صورت در اون شرایط رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تا دندان رباعیشون شهید شده بود، پیشانیشون حلقه های زره فرو رفته بود و لبشون هم پاره شده بود و خون بر چهره ایشون سرازیر بود و خیلی هم خسته شدن. اینجا بود که طلحه شروع کرد به مشرکان حمله کردن. از هر جهت اونها حمله میکردن این هم حمله میکرد، جلوی حمله ها اونها رو میگرفت تا مبادا اینها بتونن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسن و دفع میکرد اینها رو. اونا حمله میکردن، طلحه دفع میکرد تا اینها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نرسن و نتونن که به پیامبر آسیب بزنن. پیامبر تا بتونه همجوری کم کم از کوه بالا بره و به جای پیامبر خودش رو در یه شرایط خوبی قرار بده که تکیه بده. و همچنان مشرکان حمله میکردن، گروه جدید، نیروی جدید حمله میکردن و همچنان هم طلحة بن عبیدالله از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع میکرد. ابوبکر میگه در اون لحظه من بودم، ابو عبیده بن جراح بود که دور بودیم از رسول خدا، نمیتونستیم خودمون رو برسونیم، در شرایطی بودیم که بین ما حائلی قرار شده بودش. میگه این بود که ما اومدیم که تا حداقل بتونیم یک کمکی هم در این زمان بکنیم. اینجا بود که
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتش که نگاه کنید به دوست خودتون برسید، اینو کمک کنید، این خیلی خسته شده یعنی زخمی شده و اینها. منظورش طلحه بودش. میگه طلحه در حالی که خود مبارزه میکرد، مبارزه جنگ بود دیگه، نیزه شمشیر بهش میخورد و خون از بدنش جاری بود و آسیب‌های خیلی زیادی بدنش دیده بود. حتی برخی نقل میکنن 70 خورده‌ای از ضربه نیزه و بالاخره تیر و شمشیر اینها بر بدنش خورده بود و حتی یک جایی اومدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله حمله بکنن، این دستش رو گرفت جلو که این دستش قطع شده بود که اونجا افتاد دیگه، طلحه بیهوش شده بود. اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که دیگه گفتش که نگاه کنید اگه هر کی میخواد خوشحال بشه، دوست داشته باشه کسی در این دنیا شهید شده و زنده است، به طلحه ابن عبیدالله نگاه کنه. و ابوبکر صدیق همیشه نقل میکنه وقتی میگه وقت صحبت جنگ احد بود، گویا که همه جنگ احد طلحه بود. چرا که طلحه در اون لحظاتی که از پیامبر دفاع میکرد و قهرمانی هایی که از خودش نشون میداد، اصلا جلوه اعظم در این جنگ همه صحبت از طلحه بود و هر وقت هم صحبت از جنگ احد میشد و نجات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، علیرغم که خب خیلی هم شهید شدن، از کسان دیگه هم بودن، اما طلحه نمودار خیلی بارزتری هست در این جریان. و خب این داستانی هست که در مورد شهید زنده بودن طلحه هست. اما اینکه چرا طلحه رو میگن طلحه خیر، طلحه جود، این هم خودش قصه های خیلی فراوان داره، یعنی قصه رو قصه داره داستان های طلحه که اگه ما فرصت برسه بتونیم قصه ها رو بگیم، خودش هر کدوم در جای خودش قابل تأمل. ما خب مختصرا از این کنار این قصه ها رد میشیم. میدونید گفتیم طلحه خب تاجر بود، تاجر یعنی بود که دارای تجارت گسترده و ثروت زیادی بودش و نقل شده در یکی از روزها از حضرالموت 100,000 درهم براش مال و دارایی اومد. میگه اون شب طلحه نتونست بخوابه، اصلا آرامش نداشت. همسرش اومد بهش گفت ام کلثوم دختر ابوبکر زن طلحه بود. جالب خیلی داشته بود. اصلا واقعا این ارتباطات دینی خانوادگی، ام کلثوم هم دختر ابوبکر همسرش بود، اومد پیشش گفت ابا محمد چیکار شده؟ محمد اسم پسرشه. گفت چه چیزی برات اتفاق افتاده که شرایط اینجوریه؟ گفت نگاه کن یک مسئله هست، اونم اینه که من این دارایی ها که الان تو خونمون هست منو نگران کرده، این همه دارایی و این ثروت و اینها، به نظرت باید با اینها چیکار بکنیم؟ آیا دوست نداری در بهشت مثلا برای ما شرایط بهتری فراهم بشه، خداوند نعمت‌های بهتری بده و فلان؟ گفت چرا هر جور خودت صلاح میدونی، تو اختیار خودت داری و پیدا کن. میگه که اومدیم بالاخره اموال رو همه رو تقسیم کردیم بین محتاجان دادیم و من هم باهاش موافقت کردم، خوشحال شدم، از من رضایت خواست، اجازه خواست که بالاخره همسر نقش داره، نمیتونه مردم بدون رضایت همسر این کار رو بکنه. بالاخره میگه اومدیم با همسرمون کیسه کیسه قرار دادیم و من هم دعای خیر کردم بین فقرای مهاجرین و انصار، ما این پولی که اینجا دارایی بود همه رو تقسیم کردیم. همینجوری نقل شده که یک شخصی اومد به نزد طلحه ابن عبیدالله و ازش گفت کمک خواست. گفت نیا کن با هم فامیل هستیم فلان هستیم، به صله رحمو به جا بیار، به من کمک بکن. و شروع کرد مسائل فامیلی و طایفه‌ای اینا رو مثلا نقل کرد. بعد اینجا یک زمینی داشت که طلحه از عثمان ابن عفان رضی الله عنه، عثمان ذوالنورین خریده بود به 300,000 درهم. 300,000 را نگفته دیگه درهم یا دینار، ولی 300,000 یعنی 300,000 خریده بود. گفت میخوای من زمینو بهت بدم حالا که فامیلی میخواد بهت کمک کنم، یا میخوای زمینو بفروشم پولشو به تو بدم؟ گفت نه پولشو بده و طلحه اومد این کار رو براش انجام داد. نگاه کنید طلحه به همین سبب بود که همینجوری که لقب شهید زنده داشت، طلحه خیر، طلحه جود، القابی هست که بهش داده شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد ایشون این مسائل رو نقل کرده. اینجا نقل شده در مورد طلحه که چهره خیلی زیبایی داشتن ایشون، صورت سفیدی داشتن که رو به سرخی به صورتش میرفت و بعد پاهاشون هم خیلی قدرتمند بودش و توانمند بود، سینه خیلی گشادی هم داشتن، حالا موهاشون مجعد و مسترسل و چیزهایی که عرب ها میگن در چهره اینجا طلحه نقل شده که در این ویژگی ها رو ایشون داشت که خیلی مهمه. به همین سبب حالا این موارد ذکر شده و این نکته‌ای که مثلا یادمون رفت در قصه بگیم، طلحه ابن عبیدالله جز اون 10 نفریه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهشون بشارت بهشت داده. این در اسلامش هم که ما نقل کردیم جزء سابقین اولین هست. از طرف دیگه در شورایی هم که عمر تعیین کرد برای اون که خلیفه تعیین بشه بعد از خودش، که حضرت عمر در شرف شهادت بود، لحظات آخر زندگیشون بود، یکی از اعضای شورا هم طلحه ابن عبیدالله هست
رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرد در حالی که طلحه بن عبیدالله راضی بود و چرا که ایشون جان خودش رو فدای رسول خدا کرد، زندگی خودش رو، اونم به خاطر خدا و رضای خدا. و اینها مواردی که خب نقل شده، حتی نقل شده که طلحه بدون کسی ازش طلب مال بکنه به مردم خیر و نیکی و مال و امثال اینها میداد. حتی بحث اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر روی کوه بودن، بالاخره تکانی خورده شد، چیزی شد، بعد اینجا گفتش که نگاه کن من دارم بهت میگم آرام باش، مثلا به خطاب مثلا به همون کو صحبتی که داره گفته میشه، میگه نگاه کن روی تو یک پیامبر هست، یک صدیق هست، یک شهید هست. و این داستانی که در مورد طلحه بن عبیدالله نقل شده همه رو همین موارد هست که در مورد ایشون نقل شده. حتی نقل شده، خب میدونین که طلحه بن عبیدالله در جنگ جبل حضرت علی و حضرت طلحه اینا مقابل هم دیگه قرار گرفتن و وقتی که حضرت علی واسه حضرت طلحه و اینها مطرح کرد با زبیر که بالاخره پیامبر گفته که اگه منو دوست دارید علی رو دوست داشته باشید و این الان روزیه که ممکنه مقابل هم قرار گرفته باشیم و من قصد نیت بدی نداشتم، دشمنان بین ما جنگ انداختن. خب اینجا طلحه بن عبیدالله میدان جنگ رو ترک کرد رفت و خب اومدن ایشون رو به شهادت رسوندن. برخی میگن مروان ایشون رو به شهادت رسوند یا هر کسی از پشت ایشون رو شهادت رسوندن تا بتونن که جنگ رو شعله ورتر بکنن دشمنانی که این جنگ رو شکل داده بودن. وقتی که خبر به حضرت علی رسید گفت قاتل طلحه رو بشارت به آتش بدید. و حتی نقل شده که میگن علی در روز جمل وقتی که گفتم همین بحث اونجا شد که بالاخره طلحه اونجا هم شهید شد و زبیر هم شهید شد، گفت طلحه و زبیر دو تا همسایه هم هستن در بهشت. این ظرافت ها و موارد تاریخی و نقل میشه و اتفاقاتی میفته، چه خوبی کمی آگاهانه نسبت به اینها نگاه بشه. حتی میگن حضرت علی گفت از خدا امیدوارم انی ارجو ان یجعلنی الله منو و اباک و ممن فیهم، یا رو به پسر طلحه میکنه اینها که ما رو در بهشت قرار بده و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، که ما رو در بهشت مقابل هم قرار بده و سینه هامون رو از شرک و حقد دور کرده باشه. ما شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودیم و این یک واقعیتی بود که در اونجا اتفاق افتاده و مواردی که ما میدونیم و یک کاش که آگاهانه نسبت به این موارد نگاه بشه. حالا خیلی از جوانان ما وقتی که براشون قصه های دروغین و تاریخ های تحریف های دروغین رو نقل میکنن، نگاه نمیکنن که اینها کی بودن، چه شده. یک حادثه، یک قسمت تاریخی رو، جزئی رو انتخاب میکنن، گنده میکنن با هیاهو و متاسفانه سریال ها، برنامه‌های تلویزیونی هم چهره دیگری از اینها نشون میده، ولی وقتی که حقیقت زندگی اینها رو نگاه میکنیم چیز دیگری میبینیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدا باشید. خدای متعال یار و نگهدارتون باشه.